با سلامی دوباره به همه آنهایی که این لحظه ها به آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب پیوستند و ما رو تماشا دارند. شالای گلخواجه هستم که چون همیشه ساعتی رسوده با وقت پراگ دیگر باره در روبروی شما قرار میگیرم با سرخط خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و البته فراموش نکنید که بعد این باز ما ساعت 1 با وقت پراگ برنامه خبری داریم، بازم روی موج زنده و همچنین که این برنامه 15 دقیقه ادامه میکند و فراگیری خبر و گزارش‌های کامل از تاجیکستان و جهان است و موضوعهای در آن جای دارند که فکر میکنم برای شما نیز جالب و مورد توجه هستند. خب 11 زاده آسیای مرکزی در مسکو حکم خود را گرفتند. محکوم شده ها برای عضویت در سازمان تروریستی داعش ایبدار گردند. طبق اطلاع رسمی این 11 نفر شامل دو گروه بودند که از جانب FSB یا خود خدمات امنیتی فدرالی روسیه ماه نوامبر سال 2016 در مسکو و سنت پترزبورگ بازداشت کردند. گفته می شود گروه آنها در آمادگی به ترور، اشتراک در سازمان های تروریستی، تعلیم با هدف های تروریستی، نگهداری غیر قانونی سلاح و مواد ترکننده اثبات شده است. در بین محکوم شده ها توجیکان نیز هستند. تفصیلات این خبر و همین گونه مهلت زندانی تعیین شده به آنها را بعد 3 ساعت دیگر به شما در برنامه خبری خواهیم گفت. پاسگاه‌های نو در مرز تاجیکستان و افغانستان. 22 دیدبانگاه نو در حال فعال شدند که قبلا مقامات تاجیک گفته بودند مقدار زیادی مواد نشعه‌دار و سلاح در مرز افغانستان جمع شده است. باید یادآور شوم که تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد و مقامات تاجیک میگویند از نظر امنیتی و تهدید گروه‌های قاچاقبر و افراطی مرز آسیب پذیر باقی میماند. مثلا طبق آمار مقامات مرزبانی تاجیکستان تنها در 9 ماه سال گذشته در مرز 20 زدوخورد مسلحانه صورت گرفته، 11 قاچاقچی کشته شده است. به اطلاع نیروهای مرزبانی در پی زدوخوردها از قاچاقچیان بیش از 1300 کیلو مواد مخدره مصادره کرده است. تفصیلات را همین گونه میتوانید در برنامه خبری بشنوید. از خشکسالی روی حل جستند اما با مشکل فرو رفتن زمین روبرو گردیدند. متخصصان معلوم کردند که در جنوب ایران زمین تا 42 سانتی متر در یک سال فرو نشسته است، هرچند باید از 2 تا 3 سانتی متر بیشتر نباشد. در بعضی از محل‌ها در جنوب تهران علامت‌های واضح فرو رفتن زمین دیده می شود. در خانه‌های مردم باشد ترقش‌های وسیع پیدا شده و آنها را برای زندگی خطرناک کرده است. چنین وضعیت چرا به وجود آمده است؟ کمی دیرتر در این باره با شما صحبت خواهیم کرد. تشخیص هزارها خواننده توجیک برای جلوگیری از ویچ. پزشکان خون تقریبا 120,000 خواننده مکتب را در تاجیکستان تشخیص خواهند کرد که آیا گرفتار ویروس نورسایی مسئولیت بدن و یا خود ویچ هستند یا نه. مقامات میگویند هدف از این کار معلوم کردن کودکان آلوده به ویچ و سری وقت به طبابت گرفتن آنهاست. معرکه تا نیمه ماه فوریه امسال ادامه میکند اما والدان از این معرکه نگرانند. چرا؟ پاسخش را در یک گزارش همکاران ما پیدا خواهید کرد که در برنامه خبری پیشنهاد شما می شود. و گزارش رادیو آزادی زندگی باز یک خانواده را تغییر داد. هفته پیش اگر شما در خاطر داشته باشید و برنامه خبری را تماشا کرده باشید، همکاران ما درباره یک خانواده نقل کردند که در یک کلبه برابر به 7 متر مربع به سر می بردند. اعضای این عائله 23 سال پیش از نویه جرگتول به ولایت ختلان با امید روزگار بهتر کوچیده بودند اما بخبر از این بودند که به سرگردانی مواجه می شوند. خب اگر می خواهید ببینید که بعد پخش گزارش رادیو آزادی با این عائله چی شد، پس در برنامه خبری بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر با ما بیایید. فراموش نکنید برنامه ما در پخش مستقیم پیشنهاد شما می شود در آزادی ویدیو که همین حالا شما ما را از اونجا تماشا دارید و اگر نتوانستید پخش مستقیم را ببینید باکی نیست، ما ثبت آن را بازم در یوتیوب میگذاریم و همین گونه در www.azadi.org که وبسایت رسمی رادیو آزادی است. همین گونه در صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی نیز خبر و گزارش های رادیو آزادی را دنبال کنید. من شما را بعد از 3 ساعت دیگر منتظر می شوم.